خب یونانی‌ها میگن اول مهد فلسفه یونان بوده، هنوزم میگن، غربی‌ها همه میگن فلسفه از یونان آغاز شد. ما همینجا ادعا داریم که نه خیر، از ایران هم آغاز شد. غربی‌ها نمیخوان اینو قبول کنن، میگن نه خیر، زادگاه فلسفه یونانه. نه خیر، بنده میگم ایرانه و دلایل میارم که افلاطون تحت تأثیر حکمت ایران باستان بوده. دلایل قطعی از خود اروپاییان میارم. بله بوده. حالا ما خودمون نمیخوایم ایران خودمون تحویل بگیریم، خب چیکار کنیم؟ ما دوست نداریم. غربی‌ها سابقه خودشون رو دوست دارن، حفظم کردن. تمام غرب از یونان باستان میگیره تا حالا. ما نه، ما دیگه قبل از اسلام ما میخوایم به فراموشی بسپاریم و الاسلام یجب و ما قبل، از این حدیثا هم جعل میکنیم، دروغ میخونیم و میگیم قبل از اسلامش خبری نبوده. نه خیر، خیلی خبر بوده، خیلی خبر بوده. ما الان ببین، ما در مقابل عربا قرار نگرفتیم، ما در مقابل اروپایی‌ها که میگن همه اقوام بربر بودند، ما رو بربر میدونن، یونانی آدم بودن. ما در مقابل اونها حرف داریم. اون وقتی شما سایر اروپا، حالا یونان نمیگم، در توحش به سر میبردن، ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. این منشور زنده است، دروغ نمیگم. اون وقت عربا کجا بودن؟ در جاهلیت به سر می بردن. ای وطن نامت شکوه‌آمیز و بالا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها همواره رهبر بود و هست. حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاسپندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر. باد تا هموار دنیا مهد شیران خواندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد. در رگهایم خون هر خانمش را، خون کوروش شاه شاهان، شاهنشاه خاوران. به فرمانش برمیخیزم، جانم فدای ایران. بر سر ما سایه او، پرگوران از دای باک. دشمنت گر لب جنبد، می شاهیمش به خاک. من از کوه
آهن، من از آهن، از نژاد آریان. نسل رستم، نسل کاوه، با درفش تاریان.